و زندگی چطور بوده؟ من چون دیدم که شما با دخترتون حتی اومدین در این جشنواره که خیلی خوش جالبه. تشکر. راستی من با همراهی دخترکم آمدم که شریفه ماجان است اسمش. 16 سالش است. بله. مثلا شما خودتون از دختر اینجوری یه دختر 16 سالشه. مرسی عزیزم مرسی. حتی رازتون رو باید بگین چی هست؟ تا من بگم مال خودمو. بدون شک ناخون‌های آینه کاری شده که از اون راز هست. بله بله thank you. و شما در صحنه هم اجرا خواهید داشت. بله. آهنگ جدید یا آهنگی از قدیم دوباره اجرا میکنید؟ نه جدید است. پس ببین چیکار میکنید؟ خانم شاهنامه‌سرایی و بعدش هم به تاجیکستان برمیگردین دیگه. بیشتر بله. اونجا هستین. بله بیشتر تاجیکستان هستم، آلمان هستم، هر کجایی که کارم زیادتر باشم جان. اما زیستم تاجیکستان زندگی میکنم. بدون تاجیکستان هیچ نمیشه. اصلا نمیشه. اصلا ریشه ها نیاز داره به اون خاک. نیاز داره. بله. خیلی متشکرم. شما رو در صحنه خواهید. Одна жена на руках, второй на плечах, третий из Москвы. Деньги силуют на почта, бабаджан получил деньги, затарил кошелек, баба пошел на курган, заменит второй жена. Один бедный музыкант, два жена на плечо. Когда пойду на дома, мне дают пока два кусок хлеба, полбутылка юргата. На голову шляпа, на шляпе занги. На голову шляпа, ой алам ой занги. همین شرطه به خاطر فقط راست ماشین تو اکا او کامera rakam izzat hurmat nekilam yagon bor bu kamera piyoda megzanam talxam nekafaki naqapam bu یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفیل ما صورت گرفته گفت که خطا چقدر گفتم توفیل ما یکا پوتر کرد یکا توفیل بلند رنگ بالون توفتاد میگه که گفتم اکای توفیل باقی بگردن نگرفته گفتم اکا بگردن مال توفیل تو رسم ماشینت هست او شافیورش او تاغم بود در سر چنبرکی رول تاغم بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر خب هیچ نگفتی همه آخه گفتم میگه پول خدمت سپارم میگه سیرسوم یک تاغم نه تاغم اگه جو سیرسوم تاغم سیرسوم ده پول جریمه همش میسپارن وجدانی سونم تاغم سومی نداره که نام بخره در خانه نون کسر کپ نمیکنه نخره نکاو اون نداره نون